سلام، شبتون بخیر. خب امروز لایحه بودجه سال آینده به موقع تقدیم مجلس شد و طبیعی است که ما امشب در مورد جزئیات این لایحه بیشتر بخوایم صحبت بکنیم. مهمان امشب من جناب آقای دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند که ببینیم در سال آینده چه لایحه‌ای رو تقدیم مجلس کردن. خیلی خوش آمدید. با سلام به شما عزیزم و با سلام به امام تدبیر و امید. ببین عزیزم، این کتابچه بودجه که با ما مجلس تحویل دادیم برای شخصیت‌های لشکری و کشوری گلستان و بوستان سعدیه. اما خب برای مردم غیورمون جلد دوم مصیبت‌نامه عطاره. البته به قول امام راحل دلخوش به این مقدار نباشید. روند قضایا خیلی امید بخشه. ما عوارض خروج از کشور رو داریم، حذف بیمه داروهای اوتیسی رو داریم، حذف یارانه ها رو داریم، غیر همسانسازی فیلترینگ رو داریم، آغاز به کار گشت‌های سپاه رو داریم. فضا با یک شیب تند داره معتدل میشه. امیدوارم که ملت عزیزمون، ملت غیورمون طاقت این اعتدال رو داشته باشن. در مجموع میخوام بگم ما دهن ملت رو در واقع شیرین میکنیم. خب باز در لایحه که من نگاه میکردم ارقام رو، یک رقم قابل توجهی رو شما در نظر گرفتین که از تعداد یارانه بگیرها کم بشه و یه رقمی به دست بیاد. شاید بیش از 30 میلیون نفر به هر حال از این یارانه نقدی از قطارش خلاصه پیاده بشن. راجع به این توضیح بفرمایید که مکانیزم این که کسی بخواد یارانه نقدی بگیره من بعد در سال آینده چگونه است؟ مکانیزم گرفتن یارانه نقدی خیلی ساده است. شما فقط کافیه 2 متر به یه مسئولی تو دولت، تو سپاه، تو بیت مقام معظم وصل باشه. در این صورت هم یارانه میگیری، هم رایانه میگیری، هم پایانه میگیری، یعنی آنه. در مورد اون 3 میلیون هم که گفتید، نظر حضرت آقا این بود که 90 میلیون رو از قطار بندازیم پایین. حتی مجلس گفته بود که 120 میلیون. به خاطر خرجایی که داریم ما، این کشور، اون کشور، سوریه، یمن، خلاصه باید به یه زخمی بزنیم دیگه. به جان شما نباشه، به جان بیژنم، ما به ازای این 30 میلیون که داریم ما از جیب داریم میدیم. منتی هم نداریم، ما وظیفمونه. دولت پدر این ملت رو هستیم، ما پدر ملتیم. شما به عنوان یه پدر ترجیح میدی پول نقد رو بدی دست بچت یا اینکه برای آیندهش سامانه موشکی درست کنی، تو لبنان براش خونه بسازی؟ خب تا وقتی بچه چشمش به دست باباش باشه عمرن بتونه اختلاس کردن رو یاد بگیره. شما فکر میکنید که ما با یارانه نقدی به این نقطه رسیدیم؟ والا ما از بچگی ور دست بابامون پولشویی میکردیم، پولشویی تا به این نقطه رسیدیم. آقای دکتر نوبخت، این توی این لایحه عوارض خروج از کشور یهویی شده 220,000 تومان. چیه قضیهش؟ مردم سفر برن چیکار؟ دارندگی برن. عزیزم، شما یه جوری بحث عوارض خروج از کشور رو مطرح میکنی که انگار توجه نداری. ما مادر این ملت هستیم، دلمون میسوزه. بعد شما تدبیر رو داشته باش. ما عوارض خروج از کشور رو بالا بردیم، همزمان گشت سپاه رو هم راه انداختیم. معنی راهبردی این میشه یه چیزی تو مایه‌های حالا کجا میخوای بری کوچولو، بیا بغل عمو ببینم. میفهمی؟ یعنی ما عموی این ملت رو هستیم. بعد شما رو دقت بفرمایید، عوارض خروج از کشور برای مرد و زن به یک اندازه است. حالا باز بگید تو جمهوری اسلامی برابری بین زن و مرد رعایت نمیشه. فراتر از همه اینها، افزایش 3 برابری عوارض خروج از کشور نشون دهنده اینه که مقام عظمای ولایت طاقت دوری مردم رو نداره. اصلا عوارض خروج از ایران به نسبت عوارض زندگی تو نظام مقدس جمهوری اسلامی واقعا هیچ. شما تدبیر رو دقت بفرمایید، همزمان با افزایش عوارض بنزین رو هم گرون کردیم که یه وقت کسی نتونه فرار کنه و کجا. بله. خب اونطور که در جدول من دیدم اعتبارات عمرانی ما، حالا همون تملک دارایی سرمایه‌ای، منفی 15.9% کاهش داره. البته با توجه به اون 47,700 میلیارد تومان. دلیل کاهش ردیف بودجه عمرانی چیه؟ ببین عزیزم، من اگه بخوام اینو یه خورده واضح و روشن براتون توضیح بدم که متوجه بشین، دلیل کاهش ردیف بودجه عمرانی ریشه در افزایش دهک‌های سرمایه‌ای در تملک اعتبارات صادراتی داره. ببینید ما 16.7% از محل درآمدهای حاملهای سوختی و نسوختی واریز کردیم تا در برنامه 5 ساله پنجم از صندوق وام‌های بلاعوض به میزان 47,500 میلیون و 2,000 به حساب سویفت‌های بانکی بانک جهانی تراکتورسازی منتقل کنیم.
که این نشون دهنده اینه که در برنامه آینده هاش زنبور عسل با هادی و هدا میتونن دقیقاً از این تحصیلات سریال جومونگ استفاده کنن. شما شنیدین قراره تو این سریال کارد آف هاوس آقای سعید طوسی به جای کوین اسپیسی بازی کنه؟ نشنیدی که هیچی، ولش. من میخوام ببینم شما متوجه شدی که این رشد هزینه‌های جاری شدید متوجه؟ اتفاقا سوال بعدی اینه که چرا نمیتونین کنترلش کنید رشد چی رو؟ سعید طوسی رو؟ رشد هزینه‌های جاریتون رو. خب نه شما اوکیشو بدیم ما میکنیم. از کجا کم کنیم؟ از دخل دکون حاجی لنگ؟ از هزینه‌های خودتون کم کنید. یعنی چی؟ خرج منقل مقام عظما رو کم کنیم؟ خرج مرقد امام رو کم کنیم؟ از پول بیمارستان سازی تو اوگاندا بزنیم یا خرج رنگ ریش فلفل نمکی رئیس دولت تدبیر امید؟ زر مفت میزنی؟ اعصاب منم خورد میکنی؟ الان کاری میکنه که من یه عبارت خروج حرف مفت از دهن تو هم تعیین کنم ها. عزیز من تو اصلا میدونی خانواده امام مستضعفان و پابرندگان الان فقط ما 6 میلیارد میگیره. دقیقاً روزی 200 میلیون تومان. عزیزم به کجای اینا میرسه؟ آیت الله مکارم شیرازی 305 میلیارد بودجه داره. به خدا با این چندرغازی که ایشون میگیره حق داره که غیر از نفس کشیدن و عشق به ولایت همه چی رو حروم کنه. اعصابش خورده بنده خدا. بعد شما میگی چرا از بودجه دانشگاه میزنی، از بودجه بهداشت میزنی، از بودجه محیط زیست میزنی؟ خیلی از کشورهای مطرح دنیا از همین بودجه ها زدن، الان در اوج پیشرفت و توسعه هستن. یه نمونهش الان همین اتیوپی. انشالله که بودجه پر برکتی برای کشور باشه و خیلی تشکر میکنم از همکارای خودم در تحریریه و دوستان در رژی، از همکارانم در شبکه 2 سیما که وقت اضافه به ما دادن، از جناب آقای دکتر نوبخت و از شما که تشکر میکنم ملاحظه کردید برنامه رو. خیلی متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خسته نباشین. داشتین چراغو خاموش کن، من زیر میزه این عزیز مالکشمونم بدم.